این بچه میمون تازه به دنیا اومده و پدرش برای اینکه بفهمه اون لیاقت پادشاه شدنو داره تو صورتش یه قرش محکم میکنه، اما بچه میمون نه تنها نمیترسه بلکه یه مشکم تو صورت پدرش میزنه. اما در همین حین اونا متوجه میشن که میمون کوچولو یه برادر دوقلو داره که اسمش بامبوه. بامبو با اینکه چند ثانیه زودتر به دنیا آمده اما بدن ضعیفتری داره، ولی طبق رسم و رسوماتشون پادشاهی باید به اون برسه. پدر بامبو با دیدن بدن ضعیف اون تصمیم میگیره به رسومات قبیله‌اش پشت کنه و برادر کوچیک‌تر رو به عنوان جانشین قبول کنه و از یکی از میمونا میخواد که از شر بامبو خلاص بشه. میمون چاره‌ای نداره و بامبو رو به پایین پرت میکنه. بعد از اینکه بامبو رو به پایین پرت میکنن یه جشن برای برادر کوچیک‌تر میگیرن و اعلام میکنن که پادشاهی قراره به اون برسه. در همین حین یه میمون که خود اونم از همین قبیله طرد کرده بودن بامبو رو پیدا میکنه و دلش واسش میسوزه و تصمیم میگیره از اون مراقبت کنه. میمون مهربون بامبو رو مثل بچه خودش بزرگ میکنه و بامبو روز به روز قوی تر میشه. خیلی زود مشخص میشه که بامبو از هوش بسیار زیادی برخورداره. یه روز داشتن مخفیانه مسابقه برادر بامبو رو نگاه میکردن که یهو